اشد الناس بلاء انبیا، میگه بسیار که زیاد امتحان میشدن کی بودن؟ پیغمبرا بودن، حتی به سنگسار میرسن. فهمیدن؟ این پس رو تحلیل به چی کردن؟ به سنگسالاری کردن. این درس است برای دعوتگرای حقیقی که وقتی تو دعوت توحید میکنی، حق میکنی، تو از شعیب علیه السلام که رتبه زیاد است. رتبه کی زیاد است از پیغمبر کردن؟ وقتی گورت گفتن سنگسار میکنیم، تو باید بگویه دشنام خو بشنوی، یگان گپکای زشت خو باید بشنوی. صحیح نه؟ اگه میخوای که در خط پیغمبرا بری، پیغمبرا را هیچ کس در گردنش گل تا بول دیدیم که کدام آیت آمده باشه در گردن فلانی پیغمبر گل انداخته؟ نه، میزنیم لطت میکنیم که سنگ میزنیم. دعوتگرا هم همین قسم است. اما اگر باز دعوتگر بودی و تمام روز الوا خوردی و پراته خوردی و کباب خوردی و کلگی خوشت داشت، باز معلوم میشه که تو منافق هستی. برای هر کس مطابق مزاجش گپ میزنی. برای کمونیست بازیگر خوبه تو کمونیست میشی و برای یهودی میشی و نصرانی میشی، باز کلگی میگه والا چه خوب آدم است. مصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجاهر بالكلاب رأيت الله با خوب و بد خلق جهان کار نداریم. باز میگه چه خوب است. اما اگر پیغمبر وارد شعیب علیه السلام رو دعوت کردی، باز مردم چی میگن؟ میگه اگر قومت نمی بود لرجمناک، باز ما تو چی میکنیم؟ سنگسار میکنیم. و ما انت علینا بعزیز، پیش ما هیچ غلبه هم نداری، زور هم نداری. باز همین پیغمبر الله متاثر نمیشه. میگه خیر است اگر به خاطر دین الله سنگسار هم شوم، الله راضی باشه. ومد الطرف في كل النواحي سؤالك سوف يرجع بالجواب